این هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین شلنگ تخته های آخوند روحانی در عرصه قمپوز درمانی که برق از عمامه خود آخوندان میپرونه. اما در ماه چهارم و پنجم ما دارای رشد مثبت هستیم و تونستیم در تیر ماه و در مرداد ماه نسبت به تیر و مرداد پارسال دارای رشد مثبت باشیم و این معناش اینه که ما بعد از 3 ماه تونستیم مشکلات رو پشت سر بگذاریم و بتوانیم در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های خودمون رو به صورت عادی ادامه بدیم. البته آخوند روحانی در این 8 سال تا دلتون بخواد از این خالیا بسته. یکی از این خالی بندی‌های تاریخی رو با هم مرور کنیم. مردم بدونید ما در سال 97 طبق پیشبینی‌های ما 100 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر نفتی خواهیم داشت و مخارج ما در کل از 70 میلیارد دلار بیشتر نیست. بنابراین ما مشکلی به نام مشکل ارز برای سال 97 و برای کشور و اداره کشور به هیچ عنوان نداریم. شیخ فرید در حالی از رشد اقتصادی حرف میزنه که مردم ایران از تأمین حداقل‌های زندگی هم ناتوانند و به جاش تیویریش با مجریای بیمزش مشغول تمسخر مردمه. صف خرید بورس و پراید و دلار رو الان هم که صف خرید کره در سراسر کشور گفتن. بعدی صف دوست داریم نه؟ واقعا صف خوشمون میاد. حالا مثلا بورس هم دوست داریم. بورس هم رفتیم توش چون مثلا صف فروش رو صف خرید اگه نداشت جذابیتی نداره. اتفاقا خیلی من به این موضوع دقت کردم، واقعا ما صف دوست داریم. آخوندا بعد از اینکه حسابی مردم رو در بازار بورس چاپیدن حالا به مردم میگن دیگه بورس نخرید. مردم اگر از ما حرف شنوی دارن برای اینجور سپرده گذاری ها در سازمان بورس دیگه ادامه ندن. یعنی من برداشت خودم رو میگم، رفرنسی که ما تو دست. البته یادمون نرفته که یکی از اولین کسانی که برای بورس قلابی آخوندا بازارگرمی میکرد خود عظمای تلفظ شکسته بود. توصیه من به مردم مکررن گفته شده. عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن، از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس. این هم تصویر شماتیکی از وضعیت اقتصاد نظام. حالا درست تو همین اوضاع قمر در عقرب آخوندا به فکر قدرت نمایی افتادن و از موشکی رونمایی کردن که اسمش رو گذاشتن قادر، اما بیشتر شبیه قاطره. این فرش قادر ایرانی است. البته شلیک این قاطر آخوندی در عالم واقع یه چیزی تو این مایه هاست. بعد از این همه موشکی که آخوندا به در و دیوار زدن، تازه این پاسدار مشنگ به یادش افتاده که از این چاخان‌ها هم ببافه و از نمد موشکی یه عمامه برای عظما دست و پا کنه. خواست حضرت آقا بوده. یعنی حضرت آقا ما گزارش داریم 17.5 متر با ثقل به هدف فاصله داره، حضرت آقا نپذیرفتن. 17.5 متر برای برد موشک خطا داشت.
یعنی ما موشکی که بایستی برین نقطه فرود می اومد 17.5 متر فاصله داشت. 17 متر 17 متر و نیم از رئیس آقا نپذیرفتن. آقا گفتن باید این کم باید دقیق باشی، باید نقطه زن بشه. بی ربط بودن حرفای این پاسدار یه چیزی تو مایه های بی ربط بودن نواختن این نی و ترانه‌ای که بعدش خونده میشه. دلم گرفته دوباره. حالا بشنوید از بزبز قندی که در یک فقره اعتراف وضعیت خرطوخر بسیجی‌ها تو جنگ رو میکنه و میگه همدیگه رو میزدن. ما تو جنگ عملیاتی داشتیم که 2 گردان ما همدیگه رو میزدن. شده دیگه، خب میشده دیگه. کی بودن مگه اینا سرلشکران آموزش دیده فلان بچه‌ها بودن تو روستا و شهرستان. آخوندا برای اینکه تنور همون جنگ تاریخ در رفته رو گرم نگه دارن، هنوز که هنوزه مشغول روزخونی و معرکه گیری هم. خوشا با رمز یا مهدی دل شب، خوشا حمله، خوشا تکبیر و رگبار. این از تلویزیونشون و این هم از کتابای مدرسه که همه دانش آموزا رو بیزار کرده. سلام، این کتاب آمادگی دفاعیه. همونطور که می‌بینید عکس قاسم سلیمانی روی جلد کتابه. میریم کتاب باز میکنیم. اینجا فهرست مطالبشه. همش در مورد جنگه. به دانش آموزا اینا رو یاد میده. میریم جلوتر. اینجا در مورد صنایع هوایی و صنایع موشکی حرف زده. جلوتر اینجا عکس دوباره قاسم سلیمانیه. جایی که عکسش نباشه اسمش هست. دوباره عکسش هست. تازه زندگی نامش هست. با وجود همه این جنگولک بازی‌ها ته خط هیچی عاید آخوندا نشده و خودشون هم اعتراف میکنن که خراب کردن و همه ازشون دل زدن. آیا اعتقاد دارین که میشود حجاب را زنده کرد؟ میگین مرده. اونایی که میان تو عاشورا عزاداری میکنن در حالی که حجاب کامل ندارن یعنی دین را میخواهن. باید ببینیم ما کجا خراب کردیم که نسبت بخشی از دین دل زده شدن. حالا این شما و این دست و پا زدنای آخوندا برای رونق دادن به بازار کساد دین فروشی یکیشو قیچی برگردون میزنه. دوتاشون هم کمدی استنداپ بازی میکنن و فیگور گیمر میگیرن. دارم بازی میکنم، بازی. البته اگه شما اجازه بدید. بازی؟ مزاح میفرمایید آقا؟ از شما بعید آقا. چه مزاحی آقا جونم؟ شما خبر دارید تو ایران ما 28 میلیون نفر گیمر داریم. شما خبر دارید سرانه مصرف بازی تو کشورمون و کل دنیا به کجا رسیده؟ با این همه استقبال ما نباید بدونیم گیمرامون، بازی بازامون با چی درگیرن؟ اصلا چرا خودمون بازی نسازیم؟ چرا بچه‌های ما باید تو بازی بشن عامل ترور شهید سلیمانی؟ چرا بازی نسازیم که بشن سرباز حاج قاسم؟ این که آرزوی هممونه. حاج آقا حالا که همه غرق شدن تازه یادتون افتاده نوشدارویی و بعد مرگ سهراب. این یکی هم مشنگیسم رو با دجالیت قاطی کرده و روزه مجازی میخونه. امام باقر علیه السلام توصیه‌هایی دارن به عزیزانی که در شبکه‌های مجازی دارن فعالیت میکنن. آقا میفرمایند که اوصیک به خمسن، به 5 تا چیز شما رو توصیه میکنن. ان ظلمت فلا تظلم، اگر مورد ستم واقع شدی تو هرگز ستم نکن.
اگر در پست کسی اون هم جایی که محل اظهار نظر عمومی هستش برخلاف نظر صاحب پست کامنتی نوشتی ولی اون کامنتت رو حذف کرد یا خدای نکرده متن رو که تو کپی کرده بودی بدون نام اون رو برای خودش منتشر کرد، شما این کار رو در مورد اون تکرار نکن. و این مدحت فلا تفرح، از فضای مجازی انتظار نداشته باش که همیشه برخورد یکسانی با تو داشته باشه. این دجالیت آخوندا فقط به فضای مجازی محدود نمیشه. این جماعت دزدی از مردم و اختلاساشون رو به اسم دست کردن در جیب امام زمان توجیه میکنن. اگر اولیای خدا باشن، بزرگان خوبی، پیشکسوتایی باشن، میگیم دستمون کردیم تو جیب امام زمان صلوات الله علیه. هرچی از جیبشون بیشتر برداریم هزینه کنیم خوشحال میشه و ما بیشتر خرج بکنیم که خوشحالی ایشون رو دوچندان کنیم، ایشون هم خوشحال بشه، خدا خوشحال میشه و در خزائنش رو باز کرده. البته دست این دزدای ناشی خیلی وقته که رو شده و خودشون رو لو میدن. موضوع دزدی توی نظام به یه نفر و دو نفر محدود نمیشه. این سیستم کلاً دزدسازه و هر مشق قربون علی رو تبدیل به دزد میکنه. ما یک پدیده‌ای داریم آقا به اسم مشق قربون علی. مشق قربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شده که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97 چیکار بکنیم؟ بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه. 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشق قربون علی ثروتمند میشه دیگه، یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. این رو هم باید به لیست رکوردای عظما اضافه کرد. ما رکورد زدیم. دزد اصلی هم کسی نیست جز خود عظما که دستش تو همه غارت‌ها و چپاول‌ها هست و پاسدارا و نوچه‌هاش میخوان اینطوری اون رو در ببرن. آقا چرا مثل حضرت امیر مثلا مقام رهبری با اختلاس‌ها و سازوکارهای دیگه برخورد نمی‌کنه؟ اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی مشخصه. نظام با دیکتاتوری که مواجه نیست که یک کسی در همه شؤونات دخالت کنه. مردم باید یاد بگیرن، مسئولین باید یاد بگیرن هر کس در شأن و مسئولیت و جایگاه خودش کار خودش انجام بده. البته ایشون درگیر میشه، تذکر میده، برخورد میکنه، ممانعت به وجود میاره، اما اینکه ایشون مثلا بشینه اون بالا در یک جامعه ساده مثل جامعه حضرت امیر که زیر سیستماش 4 تا 5 تا 6 تا هم نمیشد، نسبت به جامعه امروز که بیش از 14 15 هزار تا زیر سیستم داره، امام جامعه بیاد مثلا درگیر یه جامعه بشه که مثل کوفه ساده اون روز، خب اینجوری که نیست. این هم پاسخ جوانها و دانشجوها به اول و آخر حکومت دزدا. شما که 40 تا درس خوندی چند تا شغل ایجاد کردی؟ الان که دانشجو شغل ایجاد کنه بگو من اینقدر شغل ایجاد کردم. 40 ساله که مملکت رو به گند کشیدید همه چه چرا؟ اینجا آمدی نشستی دیگه اون دزده، اون یکی دیگه اون دزده. خب به من چه؟ همه تون دزده. وضعیت اصلاح طلبها و اصولگراها در نظام ولایت شبیه این دوتاست.